The observations from the reports that I would like to use. خانس تیمر اقتصاددان ارشد بانک جهانی در دوشنبه روز 29 اکتبر پیشبینی این بانک را دایر به دورنمای رشد اقتصادی منطقه در پسمنظر رکود اقتصاد روسیه معرفی کرد. پیشبینی او حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک در روسیه احتمالاً بنابر رکود اقتصاد در این کشور جای کار خود را از دست خواهند داد و انتقال‌های پولی آنها به وطن باز هم کاهش می‌یابد. جناب تیمر در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت مجموع محصولات داخلی روسیه امسال نه تنها رشد نکرد بلکه حدود 4% کم شد. Russia is going through a very difficult period because of the decline in oil revenues. روسیه حالا در وضعیت خیلی دشوار قرار دارد چون که درآمدهایی که این کشور از فروش نفت به دست می آورد کاهش یافت. این است که ساختمان هم با کاهش یافتن درآمدها از رشد باز ماند. البته این وضعیت در روسیه به دیگر کشورها مثل تاجیکستان هم به تاثیر نمیماند چون که بخش اعظم مهاجران کره تاجیک محض در ساحه ساختمان مشغول کارند. در نتیجه از رشد باز ماندن ساحه ساختمان بسیاری از مهاجران کره تاجیک جای کاری خود را از دست می‌دهند و همزمان انتقال پول مهاجران کره تاجیک نیز به وطن کاهش می‌یابد. All these developments, the lower oil prices is not something that will Вот вы сказали, что цены на нефть в ближайшие 2 года вряд ли поднимаются. Следовательно, بنابر ارزیابی‌های دفتر بانک جهانی در تاجیکستان درآمد اکثریت خانواده‌های تاجیک از حساب مهاجرت کاری است و این شب و روز بسیاری از مهاجران به این سوال پاسخ می‌جویند که اقتصاد روسیه کی می‌تواند برقرار شود. So my first observation is that در این رابطه من خبری خوشی به شما گفتن نمیتوانم چون که نرخ نفت از آن شوکی که حالا اثر میگذراند در آینده نزدیک بیرون نمی شود. نرخ نفت باز هم ارزان خواهد شد و متناسباً از اقتصاد روسیه نیز در 2 سال آینده رشد را نباید انتظار شد. آن روشنایی که شما در آخرین نقب انتظارید یعنی نرخ گران نفت، تقویت اقتصاد روسیه و خاصتا رشد چشمرس ساحه ساختمان را در این کشور حداقل در 2 سال نزدیک نباید انتظار شد. وضعیت به آن شکلی که 2 سال قبل بود دیگر بر نمیگردد. بنابراین در تاجیکستان حکومت باید در پی سازمان دادن هرچه بیشتر جایهای نوی کاری به مهاجران بازپس گشته شود. در تاجیکستان برای مهاجران بازپس گشته می شود در عرصه‌های کشاورزی و صنعت سبک کارهای زیادی نوی کاری ایجاد کرد. in the construction sector, but that doesn't mean that those migrants will all come back home. در پس منظر این رکود اقتصاد روسیه و احتمال جای کاری خود را از دست دادن مهاجران کاری به نظر شما تا چه حد پول‌های انتقال می‌داده آنها کاهش می‌یابد در آینده نزدیک؟ گپ در سر آن که حجم پولهای مهاجران میفرستاده با روبل چندان تغییر نیافته است. اگر به حساب روبل گریم آنها تقریبا همان پولی را که قبلا میفرستادن حالا نیز به خانواده‌هاشون انتقال میدهند. اما از سبب افت یکباره قرب روبل اگر این پولها را به حساب دلار گردانیم در اینجا کاهش چشمرس به نظر میرسد. لیکن بحرانی که به میان آمد برای تاجیکستان شانس‌های خوبی را نیز فراهم آورد چون که با کاهش یافتن قرب روبل آن درآمدی که مهاجران در روسیه میگیرند همکنون برایشان چندان هوسمند کننده نیست. بنابراین در تاجیکستان ساحه‌ای که به قوه کاری ارزان نیاز دارند می توانند با استفاده از مهاجران بازگشته رشد کنند به مثل کشاورزی، صنعت سبک، خدمت رسانی و غیره ها. اگر سیاست درست در تاجیکستان به راه مانده شود امکان دارد مهاجران زیادی را بازگردان و در اینجا به کار تامین کرد. Remained relatively stable.